66 تا کوکی دونه قهوه با بهترین مواد اولیه برای من 165,000 تومان هزینه برده، یعنی هر کوکی 2500 تومان. یک کوکی فوق‌العاده خوشمزه اقتصادی با ماندگاری بالا برای ارائه به کافه ها که در کنار قهوه سرو کنن. اول پودر قند و کره نرم شده رو با همزن میزنیم، بعد بهش تخم مرغ و قهوه فوری رو اضافه میکنیم و یه مقداری هم میزنیم. حالا نوبت مواد خشکمونه که باید ترکیب کنیم. فقط همه آرد رو یک باره اضافه نمی‌کنیم. 15 گرمش رو کنار میذاریم. اگر نیاز شد و دیدیم خمیر چسبنده است آروم آروم اضافهش می‌کنیم. در نهایت باید یه خمیر لطیفی که به دست نمیچسبه و خشک و ترک خورده هم نیست داشته باشین. حالا میتونین مثل من خمیر رو رول کنین و بعد به اندازه انگشتتون برش بزنید و بهش فرم قهوه بدید. بعدم بچینیدشون توی سینی، روشون رو بپوشونید که خشک نشه و بذارید یخچال که 2 ساعت استراحت کنه. بعدم توی فر برقی روی حالت فن یا توی فر گازی با حرارت از کف یا توی توستر با المنت بالا و پایین به مدت 4-5 دقیقه